در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. صبر کنین، پایتان رو تکان ندین، شاید شکسته باشه. شما عادت ندارین که در وقت رانندگی پیشونیتان سعی کنین؟ اما خانم محترم، من درای خود روان بودم. شما که دفعه خدا پیش روی موتر انداختین باز. جالب است. بجایی که گناه خدا قبول کنین، حالا میخواین که منو مقصر فکر کنین؟ خوش آمدین. پرش کنم بیادر. پرش کجانه؟ اگه میخوای کمی تیل در پاکت بنداز که در طول وقت باشه، فقط که ما گنج پیدا کنیم. 40 لیره را پرتو زیاد گم. درست است بیادر. زود باش. خوش آمدین، صفا آوردین. عجله دارم، زود خلاص میشه. خواهش میکنم محترم، کار ما همی است. در اینجا ما خدمات سری نوشته نکردیم. کلیدش باشه لطفا. بچه ها موتر گوشه میکنن. با فرماینده دفتر یک چای هلدار میل میکنیم. چی گفتین؟ چطور یعنی مدیر صاحب؟ اما مدیر صاحبی کار راستی من از رابطه عامر صاحب و محمود صاحب زیاد خوشم نمیاد. اما اگه عدیل خانم بگوین بسیار خوش میشم. خوش آمده عامر صاحب. بفرمایید از این طرف. بچه با خاطر پیدا کردن میزتان براتون نقشه میتن؟ این طرف. از این کدام مغرق نمیشه جور کنه. مدیر صاحب. خوش آمدی بچه. استغفرالله. خوش آمدی. خوش باشه. حالا با اتاق خود برو، بعداً باز گپ میزنیم. درست است. وقت خاص. زنده باشه. اتاق ما همینجاست؟ همینجاست. میز شما عامر صاحب. بفرمایید. من همکار مدیر صاحب هستم اینگی. بسیار هیجانی هستم از اینکه با اسطوره‌ای مثل شما همکار هستم. هدفت از همکار بودن چی است؟ آقا یابوس، یعنی که با شریک خود معرفی شدی؟ شریک ما؟ چطور یعنی؟ این که از جمله پلیس های جوان موفق آینده ماست. از این بابت عملیات با شما یک جایی می باشم. یعنی که هر جایی که شما باشین انگینام همونجاست. ده عملیات ها همراه ما یک جایی بچه. بیبی خواهر جان. یعنی خانم محترم عامر صاحب. یعنی نمیفهمم از قواره من معلوم میشه یا نه، اما ما از کسایی هستم که اکثرا تنها کار میکنم. یعنی حتی ما از اسمی شما گپ میزنن باز میبینه. تو چرا در اینجا استاد هستی؟ برو در جایت بشید. ببخشید عامر صاحب. خسته نباشی. این الماری از توست؟ بله. درست است. زنده باشی، مقبول است.
چی گفت هست؟ بسونه سایکو بفرمایید. بله. از سفارتتون در استانبول؟ درست است. وصل کنه. بله. خودم هستم، بفرمایید. بله اونا رو میشناسم. چی؟ چطور یعنی؟ چی وقت؟ درست است. تشکر از اینکه خبر داده. درست است. ماریا نخواستم من در جنازش باشم. سلا اکسیگیسی پاراکالو. ماریا خانم وصیت کردن که هیچ کس در جنازهشان اشتراک نکنن. طبق وصیتشان جسد اونا سوختانده شد و خاکسترشان در بحر انداخته شد. اوریسته. ای چی است؟ ماریا خانم برتا نوشته کردن در یک مکتوب. مکتوب؟ یوزی دوست داشتنی، میفهمم که سر ما بسیار قهر هستی، اما من تو را هرگز فراموش نکردیم. همیشه در فکرین بودی، اما به خاطر یک مأموریت مخفی که پیش می بردم دوباره تماس گرفتن با تو ناممکن بود. بعد از انجام وظیفه نام، نشانی و تمام گذشته مجبور شدم که فراموش کنم، اما تو را هیچ وقت فراموش کردن نتانستم. یوز نمیتانستم، چرا که همیشه بخشی از وجودم بودی. چند هفته بعد از جدا شدن از تو و برگشتن به فینیا خبر شدم که حامل هستم. اول خواستم بدونی که به تو بگویم طفل سقط کنم، اما بعدن جرأت نتونستم که کار کنم و تصمیم گرفتم که طفل ما را به دنیا بیارم، اما بازم مجبور بودم که یک از تو پنهان کنم، چرا که عروسی با تو و زندگی کردن با تو ناممکن بود. دختر ما را به تنهایی کلان کردم و حال نظر به ای که من نیستم او پیش تو امانت است. یوز لطفاً از دخترمو محافظت کن، کسی که تو را همیشه دوست داشت و تا آخر دوست می داشته باشه. ماریا. Ti sei inmeniato?
یتیم فرتیادو پاورس کستا نرهموسی میگو خوبی واقعا دخترم است؟ پرت بگو مپرمنو فیلیمو امدم مپیتا یتیم فرتیادو ایگو فرگو درست است دخترم است دخترم است ایگو فرگو یاساس Σοφία, διαβάζουμε την επιστολή της διαθήκης της μητέρας σου. Νομίζω ότι πρέπει και εσύ να καθίσεις και να ακούσεις τις τελευταίες επιθυμίες της. Κάθισε σε παρακαλώ και άκουσε. Από εδώ και πέρα θέλει να ζήσεις μαζί με τον μπαμπά σου. Με τον μπαμπά μου? Ναι, με τον μπαμπά σου. Αυτός είναι ο μπαμπάς μου? Είναι. Γεια σου, κόρη μου. حالا دیگه عجله کنین دستایتان رو دستانتان بونین عجله کنین زیاد وقت نداره هیچ کس تکان نخوره حالا عجله کنین زود باشه زود باشن عجله کنین حالا درست بیادر عجله کنین زیاد وقت نداره
خلاصش بیادر. حالا دیگه حرکت میکنیم. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkesten altında, pozisyon sert penaltı. علی وارث اسلحه‌تان از زمین بارین و زود تسلیم شوید. پلیس هستم. متوجه باشه. احتیاط کنه، پیشروی میکنه. از اینجا پایین شد، از این طرف هم. علی فرار نکن، تسلیم شو. استاد باشه که نشینیک میکنم.
علی تسلیم شو علی. بس است دیگه، خسته شدم علی. علی قربان چاو مرا وادار نساز که زیاده روی کنم. کل چیز تمام شد، بس است اینجا بود. تو خوب هستی آیان؟ خوب هستم آمرزد. Cehennemindeyim, hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydi çok yol aldım. Korktum bazen ben de, herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerefsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik bende bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. چی شده بیادر؟ اجازه نمیتن که در این وقت روز به قدر آسانی داخل شویم و این بانک به سرقت ببریم. حال ادانایی هم دستان بول است. اجازه نخود دادن که نفس بگیریم. باید یک نقشه عالی تحریزی کنیم. درست است، خودت میفهمی بیادر. خب حال کدام طرف میریم دیگه؟ طرف دکان؟ نه خیر، به سلمانی میریم. نقشه را در سلمانی تحریزی میکنیم بیادر؟ نه خیر، سرواز ما را جور میکنیم. راست میگی. امشب تو با دوست دختر جدیدت به غذا خوردن میری. معذرت میخوایم بیادر. از اینجا گم شوه، بره یک جای دیگه بازی کنه. نه حالا دیگه بریم حالا بره بچه‌کو، حالا دیگه. عدیل مشتاق تو واقعا امشب روی رئیس گروه مافیا به غذا خوردن میری؟ همه درست
لطفاً دریا، حال وقتی گپا نیست. کارا چطوره سالی؟ کارا متوقف شده ساله کاکا. بحران اقتصادی بسیار تاثیرات سو گذاشته. حالا مردم فقط ما یک بار با موتر خود بیرون مبراین. کار شما بازم خوب است. به خاطر صرفه‌جویی در مصارف سلمانی مردم مال ریشموی خود در آز میمانه. یکی که به سلمانی میایه باز میره 1 سال بعد میایه. اگه به زودی کلگی مثل واروش مانچو استایل بزنن باز دیگه تعجب نمیکنه. طرف ما ببین. موی ما منظم جور کنی اگر نه باز اغلط جانانه خود خوردی. حالا دیگه مویکایت چه قسم جور کنیم؟ یکم اصلاحش کو ساله کاکا. به نظرم که امشب کار مهم داری. یکم عجله. درست است. میفهمی پیش از آمدن تو اینجا کی آمده بود؟ او ادانایی ما میگه او در استانبول تازه مقرر کرده و قرار است با گروه های مخالف مبارزه کنه. گفتم این قسم دست خالی پیشت آمده امساله بیاده. یک رقم بروتای شخ مونده که نگو. او دیوانه بود. حالا کاملا یک دیوانه روانی شده. شما او از نزدیک دیده؟ به دکانتان آمده؟ نه خیر، هنوز نامده. خوب کارای زیاده است. حتما میاید. او خود دوست طفولیتت از بچه. عدیل، اگه او آدم بفهمه که تو پلیس هستی چی؟ لطفا جانم به خاطر این عملیات کم تمرکز داشته باش. در موردی که اونا چند نفر هستن مسلح هستن یا دست خالی هیچ چیزا نمیفهمیم. درست است فهمیدم. پلیس دستایتان بلند کنید. پلیس تکان نخورید. پلیس تکان نخورید. زود شو دستایشان اول چک کن. شما پس برید پایین و متوجه اطراف باشید. حالا بیا. شما متوجه اونا باشید. من به منزل بالا میرم.
چی میکنی احمق؟ دور باش از اینجا دور برو. دور برو. Tora mesaros en panizo borostamo kimolezu tesi babazmo mo poisno to sohoronia poisona این شیشک چی میگه؟ میگه شما دقیقا سالا کجا بودین؟ خب اما ما تازه خبر شدیم که یک دختر دارم. لیا پستورو مسانیو تخنیا کرو انزنه که تلپست تمی تیرمو او تنه ایگوز تاولی پیسته اسکور. حالا چی گفت؟ میگه وقت ماریا خانم حامله بودن شما اونا را ترک کرده و فرار کردین. کی؟ ما مادرش ترک کردیم فرار کردیم؟ اما تو راست؟ بیبی اوهی افتوان سی نه زبان خود ما بهتر است. بیبی ما مادرت ترک نکردیم، او مرا ترک کرد. ما همیشه مادرت دوست داشتیم. میفهمی 17 سال کوشش کردم او را پیدا کنم، برش نامه فرستادم، زنگ زدم، اما او یک بارم جواب نداد. ای که او حامله بود من خبر نداشتم. او تو را یعنی ایره که من یک دختر دارم، کسی که باید ازش قرار باشی او مادرت هست، من نیستم. بگو برش استاچو سلاحت بنداز و تسلیم شو. نزدیک نیا. اگه یک قدم دیگه پیش بیایی همراه این زن یک جای خود پایین مندازم. من چیزی برای از دست دادن ندارم. شاید تو چیزی برای از دست دادن نداشته باشی، اما امکان داره او زن به خاطر از دست دادن بسیار چیزا داشته باشه. من یک طفل خردارم. الهیم که از من چی میخوایی؟ الهیم که خواهش میکنم دیگه او را بانکه برم. من از اون دلت که خدا بندازی یا فرار میکنی یا پرواز میکنی هیچ برای مهم نیست. گفتم نزدیک نیا. گپا نمیفهمی گفتم نزدیک نیا. درست است راحت باش. لطفا الهیم که دانه تبسته کن. او را بانکه برم. چی؟ در جای او خانم مرا گروگان بگی. ببین ما یک پلیس فوق رتبه هستم. اگه مرا گروگان بگیری باز یک اسلحه قوی خواد داشتی، اون وقت هرچی بخوایی انجام میدن. اینا ببین من سلاح خود انداختم و بعد تو تسلیم بشم. انا اپوسس پراماتی که تم تیرمو فایا کنست دپنده یا نتیورس اسی پاراتیسکس پولیافکولا اپتون اپتیس فیلم پولیافکولا پاراتیسیکس میگه که شما واقعا مادرش دوست میداشتین باز. درست است، فهمیدم. نزدیک نشین نگه نشینلیک میکنم. درست است شما عقب بریم. نفهمیدم. گفتم عقب بریم. لطفا الهیم که درست است عقب بریم. الهیم که حالا دیگه اگه هر چه زودتر تصمیمت بگیری خوب میشم. اگه کم دگام دیر کنی نشان زنای موتور از دور خواد زدم. کدام نشان زنا رو میگی؟ اونجا خواهی هیچ کسی نیست. به نظرم اینقدر مطمئن نباش. این مسلک اوناست. شکارشان در هر جایی که پنهان باشه او را میزنن. حالا دیگه اگه هر چه زودتر تصمیم بگیری خوب میشه. چی میکنی؟ برای بجای او گروگان میگیری یا نه؟
یا که آماده هستی مغزاییتا باد کنم. روی تدور بده با آرام آرام طرف ما بیا. اولو خانم ایلا کن. چی میکنی؟ حالا دیگه حال خدا پایین بنداز. زود دست من رو باز کن. اگر نه باشه را کشف میکنم. فهمیدی؟ شلیک کن. اما فکر کن که بعد از این کار با یک جسد 55 کیلویی کجا فرار خواهد کردی؟ هنوز به منزل سوم نرسیده تو رو از پای در میارن. میام که یه با هم خدا بندازیم. ما از زندگی بسیار خسته شده. مثل که زندگی نیست، یک مصیبت هست. یه زوبایی معاش کم معمولیت زندگی به پیش بردن نمیتونم. کرایه خانه، پول برق، پول آب. و دیروزم یک بله تلفن برام اومد که نگفت اگه او با تو میامد حال وقت خدا پایین انداخته بودی. من دیگه بی از او دوست پسرمو میلایم کده. اعصابم کاملا خراب است. یک انسان خوب معلوم میشد اما مرا فریب داد. نه خیر حتما خدا منتظم زنده باشی. یک وسیله خیر شدی برام. حالا دیگه همین که سه گفتم خدا منتظه. فهمیدی؟ حالا تو دیوانه هستی چی تو این کارا نکن. یک گفتم این کارا نکن. درست است ما تسلیم میشم. حالا زود باش. زن دیوانه. درست گپ بزن. زن دیوانه. گفتم درست گپ بزن. در مقابل یک خانم هوشیار قرار داره. چرا اون دیوانه میگی؟ Ose maqamenes epifi vanedim de pelashu epifi se hafiza ti boris patira ti asilahu osume hamones ve kayta voye din katalada yano khob gosh ko signomi ma hatiraz یا سنا حالا درست است خدا خسته نساز. ما میتونم مثل تو گپ بزنم. این زبان شما یک کم مشکل است. یعنی در وقتش کورسش خوانده بودم، کم یاد گرفته بودم و گپ میزدم. اما وقتی آدم تمرین نکنه فراموشش میشه. یعنی باید تمرین کنه. اگر این طرف ببین. تو چند دقیقه پیش چی گفتی ها؟ چی گفتی؟ چی؟ در طفولیت ما یک پرستار داشتم که نیمه رومی بود و نیمه ترک. همو برمی زبان یاد داد. بعدش مادرم مرا در صنفای تقویتی زبان شامل کرد. یعنی در یا زود میفهمید که همراه پدرم روبرو میشم. کمی منتظر میمونی اسماعیل.
هنوز مویایم اصلاح نشده. اما من اصلاح نمیکنم، فقط روی من کمی مساج میتونم. ما که میبینم چهره تو با مساج جور نمیشه اسماعیل، باید کمی مشتمال شود. معلوم میشه زبانت بسیار دراز شده گل باشه، ضرور از چند سانتی از نوکش بریده شد. آرام باش. ایره بگیرین که در جای ما چخ نشه. تو چی میخوای بچه؟ مثل آدم گپ بزن. شنیدیم که گلبشه تشنه خون خود شده، بسیار خفه شدیم. بازم رای خود کلونیا گرفته و گفتیم یک بار به زیارتش بره. اگه اشتباه کنی و مرغ اسماعیل گوباز کش بگویی، باز هر چی دیدی از چشم بادامی خودت دیدی، باز نگویی که نگفته بودی. ما چی کار دارم که مرغ تو را کش بگویم سیم پالوان؟ مرا راحت باد. امروز وقتی از پیش موترشویی تیر می شدم دیدم اونجا را یک قسمتش به توقفگاه تبدیل کردی. در زودترین فرصت جلو پستکت جمع میکنی. تو میخوایی مشتری های مزدانم بزنی نامرد؟ حوصله دیدنت در این منطقه ندارم. این منطقه مربوط کی است بچه؟ از شما بیادر. اگر کسی بخواه روزی ما را بگیره دلش از دوغ بد میکنه. علی، این دخترک بد گفتنی نبود. او چه قسم در طورت آمد؟ بیا دیگه شمارش به مام بده. شاید خوار خانده داشته باشه که مام آباد شویم صدقیت. تو با امید ای میری که او را بدام بندازی. یک بار متوجه میشی که او تو را بدام انداخته. ببین جانم، او کسی که سر دوست دختر خود دست بالا میکنه او آدم نمی باشه. به خاطر که از اون نجات یافتی خوش باش.